شب‌هایی هست که همه چیز عادی است. ستاره‌ها در جای همیشگیشانند. باد از لابلای درخت‌های بلند سرک می‌کشد و سایه چراغ‌های کمجان روی دیوار خانه‌ها می‌لغزد. اما در آن شب اتفاقی افتاد که برای همیشه در حافظه مردمان دهکده ماند. دهکده‌ای که همه به نام دلمه می‌شناختندش، جایی دور و کم رفت آمد بود، میان کوه‌هایی آرام و دشت‌هایی پهناور. مردمان دلمه ساده بودند و در سکوت شب به زنگوله گوسفندان و آواز جیرجیرک‌ها دلخوش می‌کردند. اما آن شب سکوت شکست. اولین بار پسر نوجوانی به نام سامیار بود که صدا را شنید. در بستر چوبیش کنار پنجره نیمه باز دراز کشیده بود و داشت به ماهی که پشت ابرها پنهان و پیدا می‌شد نگاه می‌کرد. ناگهان صدای ناقوسی دور و آهسته به گوشش رسید. صدایی بم و عمیق، آنقدر آرام که انگار از دل زمین بلند می‌شد. او نشسته شد، گوش تیز کرد. صدا باز آمد. یک ضربه آرام با فاصله طولانی. نه صدای کلیسا بود، نه ناقوس کوچکی از گله‌ای دور. انگار صدای چیزی پنهان در مه. سامیار آرام از رخت خوابش بیرون خزید. مادرش خواب بود و پدرش از روز قبل برای خرید آرد به دهکده پایین دست رفته بود. صدای ناقوس با هر لحظه کمی بلندتر می شد. آنقدر واضح که حس می کرد در دل خودش طنین می زند. در حیاط را باز کرد. هوای شب سرد نبود، اما بوی نم و خاک با مهی نازک روی زمین خوابیده بود. هیچ چیز دیده نمی شد. فقط همان صدا. راه افتاد. از کوچه خاکی دهکده گذشت. از کنار آسیاب قدیمی و از روی پلی چوبی که سالها بود کسی از آن رد نمی شد. مه دره را پوشانده بود. اما صدای ناقوس از آن سو می آمد. کفش‌هایش از شبنم خیس شده بود و نفسش در هوای مه‌آلود بخار می کرد. وقتی به تپه پشت آسیاب رسید، ایستاد. برای لحظه‌ای صدای ناقوس قطع شده بود. اما ناگهان صدای زنگوله‌ها آمد. نه زنگ یک گله معمولی. زنگ‌های آهنین، هماهنگ و کشیده. انگار کاروانی سنگین با شترهای آرام در دل شب حرکت می‌کرد. و در مه چیزی را دید. ردیف سایه‌های آرام مثل هیبت‌هایی لرزان. شترهایی با کجاوه‌های بلند و در پیشاپیش آنها چراغی لرزان که آویزان از چوبی بلند در حرکت بود. هیچ صدای پای انسانی نمی آمد. اما کاروان به آرامی از دره عبور می کرد. سامیار نفسش را حبس کرد. پاهایش یخزده بودند. نه از سرما، که از حیرت و هراس. هیچ کس در دلمه از کاروانی در این وقت شب چیزی نگفته بود. این راه به هیچ آبادی نمی رسید. هیچ کاروانی از این مسیر نمی گذشت. چراغ پیش رو نزدیکتر شد. صدای ناقوس باز آمد. اما این بار انگار از درون سینه خودش طنین داشت. سامیار عقب رفت، پنهان پشت درختی. سایه ها یکی یکی از جلوی چشمش گذشتند. ناگهان چراغ ایستاد. انگار کسی یا چیزی متوجه او شده باشد. و آنجا در دل مه نوری آرام و طلایی چشمهای او را در خود فرو برد. سامیار دیگر هیچ نمی دیدند. نور طلایی آنقدر نزدیک و پررنگ شده بود که انگار میان خواب و بیداری، میان خیال و واقعیت معلق مانده بود. مه، بوی مرطوب خزه و خاک و صدای ناقوس که حالا درست کنار گوشش زنگ میزد، همگی با هم یکی شده بودند. لحظه‌ای گذشت. نور خاموش شد. چشمهایش هنوز میسوختند. سایه‌های کاروان حالا دورتر شده بودند، اما چیزی عجیب رخ داده بود.
کاروان حرکت می کرد بی آنکه حتی یک صدای پا شنیده شود. فقط زنگوله‌های آهنین و کشیده همراه با وزش بادی آرام که لابلای مه می چرخید. سامیار جرأت کرد قدمی جلوتر برود. از میان درختها پا به جاده قدیمی گذاشت. خاک جاده نم زده و نرم بود، اما چیزی بیش از آن جلب توجه می کرد. رد پا نبود، نه جای پای شتری نه انسانی، ولی مسیر مشخص بود. انگار چیزی نادیدنی زمین را له کرده باشد. کاروان حالا به پیچ تپه رسیده بود. سامیار بی اختیار راه افتاد. فاصله‌اش کم شده بود. شترهای بلند با کجاوه‌هایی پوشیده از پارچه‌های سفید سرهایشان را پایین انداخته بودند و پیشاپیش همه فردی با ردای بلند و چراغی در دست آرام گام برمی داشت. سامیار صدایی شنید. صدایی که نه از بیرون که در ذهنش طنین انداخت. اگر می‌خواهی چیزی بدانی نباید بترسی. پسر ایستاد. صدا واضح بود ولی دهانی برای آن وجود نداشت. به اطراف نگاه کرد. هیچ کس نبود. دوباره صدای ناقوس آمد، اما این بار آن ضربه بم همراه بود با زمزمه‌ای پنهان. صدایی که نمیشد فهمید زن است یا مرد، پیر است یا جوان. فقط آرام در گوشش میپیچید. یاد بگیر ولی نگاه نکن. سامیار قدمی عقب رفت، اما زمین لغزید. با زانو روی خاک افتاد. دردی حس نکرد، فقط لرز عجیبی در تنش دوید. وقتی سرش را بالا گرفت دید کاروان ایستاده. همه سایه ها همزمان رو به او برگشته بودند، بی هیچ حرکت دیگری. دست های سامیار لرزیدند. انگار همه آن نگاه های نادیدنی حالا روی او قفل شده بودند. نفس کشیدن سخت بود. فردی که چراغ در دست داشت به سوی او آمد. ردای بلندی داشت که تا زمین می رسید. چهرهش زیر سایه کلاه و نور چراغ پنهان بود. وقتی به نزدیکی پسر رسید، ایستاد و بدون آنکه لب بزند دوباره در ذهن سامیار گفت: وقت پرسیدن هنوز نرسیده، اما وقتی ناقوس سوم را شنیدی برگرد. و بعد چیزی از میان ردایش بیرون آورد. کاغذی تا خورده و قدیمی. آن را به سمت سامیار گرفت. پسر دست دراز کرد. کاغذ را گرفت. به محض لمس آن باد شدیدی وزید. مه به هم ریخت. کاروان در یک لحظه ناپدید شد. هیچ صدایی باقی نماند. تنها سامیار مانده بود، با کاغذی در دست و قلبی که هنوز با ضربه ناقوس می تپید. نگاهی به کاغذ انداخت. چیزی رویش نوشته نشده بود. سفید سفید. اما بوی کاغذ بوی عجیبی داشت. بویی که هیچگاه در زندگیش نشنیده بود. ترکیبی از شبنم، خاک، دود و اندکی بوی اسب. سامیار بلند شد. پاهایش هنوز سست بودند. هیچ کس در دهکده از این کاروان حرفی نزده بود. هیچ کس از صدای ناقوس چیزی نگفته بود. ولی او حالا یک کاغذ داشت و وعده یک ناقوس سوم. در تاریکی رو به دهکده برگشت. آسمان هنوز تیره بود، ولی سکوت شب به حالت عادی برگشته بود. جیرجیرک ها دوباره آواز می‌خواندند. تنها چیزی که با او آمده بود کاغذی بی کلمه بود و صدایی در ذهنش که هنوز زمزمه می‌کرد: یاد بگیر ولی نگاه نکن. سامیار وقتی به دهکده برگشت هنوز هوا کاملاً تاریک بود. چراغ هیچ خانه‌ای روشن نبود جز نور کم رمق فانوس پیرمرد نگهبان که کنار درخت کهنسال میدان نشسته بود و با خودش زیر لب چیزی زمزمه می‌کرد. سامیار بی صدا از کنارش گذشت. دلش نمی‌خواست هیچ کس او را در این حال ببیند. با چشمانی پر از هراس و دستی که کاغذی ناشناخته را محکم در مشت گرفته بود. وارد خانه شد. در را آرام بست. به اتاق کوچک خودش رفت و روی حصیر کنار دیوار نشست. نفسهایش هنوز منظم نبود.
کاغذ را باز کرد. دوباره همان سفیدی مطلق. هیچ نشانی از جوهر یا خط نبود. اما هرچه بیشتر نگاه می کرد اطمینانش بیشتر می شد که این کاغذ معمولی نیست. انگار سطحش موجی نامرئی داشت. مثل آب ساکنی که زیرش چیزی زنده حرکت می کند. چراغ روغنی را روشن کرد و آن را نزدیک کاغذ گرفت. نور زرد روی صفحه لغزید. ناگهان حس کرد چیزی تغییر کرد. نه در ظاهر، بلکه در درونش. قلبش کمی تندتر زد. گوشش سود کشید. انگار صدایی بسیار دور و ضعیف از دل کاغذ بلند شده باشد. او چراغ را نزدیکتر برد. در سکوت مطلق اتاق صدایی آهسته شنید. نه شبیه حرف زدن، بلکه شبیه نفس کشیدن. آهسته و منظم. سامیار با وحشت چراغ را عقب برد. نفس کشیدن قطع شد. دوباره نزدیک برد. باز همان صدای ضعیف برگشت. کاغذ نفس می کشید. سامیار آن را مانند چیزی زنده با احترام روی زمین گذاشت. برای اولین بار در زندگیش احساس کرد شاید اشیایی که بیجان به نظر می رسند نیز جان دارند. خودش را عقب کشید و به دیوار تکیه داد. خوابش نمی برد. صدای ناقوس هنوز در گوشش می پیچید. نیمه های شب صدای خشخشی آرام آمد. سامیار با وحشت چشم باز کرد. کاغذ روی زمین تکان خورده بود. آرام، بسیار آرام. مثل برگی که روی آب بلرزد، سپس گوشه‌ای از آن جمع شد و خطی کمرنگ مثل سایه‌ای خسته روی صفحه ظاهر شد. سامیار آهسته نزدیک رفت. زانو زد. نگاهش را به خط تازه دوخت. نوشته‌ای به تدریج پدیدار شد. آنقدر کند که انگار دستی نامرئی دارد کلمه ها را قطره قطره می نویسد. تا 3 شب دیگر ناقوس سوم نواخته می شود. پسر خشکش زد. ادامه جمله نگاشته شد. اگر نترسی حقیقت را خواهی شنید. دست سامیار بی اختیار لرزید. کاغذ گرم بود. درست مثل پوست موجودی زنده. چراغ روغنی لرزید و شعله‌اش کوتاه شد. نوشته محو شد و کاغذ دوباره به همون سفیدی اول برگشت. انگار هیچگاه چیزی رویش نوشته نشده باشد. سامیار تا سپیده صبح نخوابید. صبح که شد دهکده مثل همیشه بود. زنها برای آب به چشمه می رفتند. مردها در مزارع پراکنده بودند. هیچ کس از ناقوس حرفی نمی زد. هیچ کس از کاروانی در مه چیزی نگفته بود. انگار تمام آن شب فقط برای سامیار اتفاق افتاده باشد. او کاغذ را زیر پیراهنش پنهان کرد و بیرون رفت. در دلش بیم و کششی همزمان موج می زند. حس می کرد 3 شب آینده فقط 3 شب معمولی نخواهند بود. چیزی در راه بود. چیزی که آرام می آمد. مثل همان کاروان بی صدا. شب دوم از راه رسید. سامیار روی پشت بام دراز کشیده بود. ستاره ها کم نور بودند. مه باز از دل دره بالا می آمد. دلش تندتر می زند. دستانش بی اختیار کاغذ را لمس می کردند. ساعتها گذشت. هیچ صدایی نیامد. نه ناقوس، نه زنگوله. فقط باد. وقتی سحر شد، سامیار با تردیدی سنگین به خواب کوتاهی فرو رفت. اما شب سوم هوا زودتر از همیشه تاریک شد. ابرها بی صدا روی آسمان پهن شده بودند و ماه مثل چراغی پشت پرده‌ای ضخیم فقط هاله‌ای کمرنگ از نور داشت. دهکده زودتر از شب‌های دیگر به خواب رفت. حتی سگ‌ها هم پارس نمی‌کردند. سکوتی عمیق روی دل مه افتاده بود. سکوتی که نفس را سنگین می‌کرد.
سامیار روی ایوان خانه نشسته بود. کاغذ زیر پیراهنش گرم شده بود. انگار بدن خودش هم داشت با آن خو می گرفت. چشمهایش به دره دوخته شده بود. مه آرام و مطمئن دوباره از دل دشت بالا می آمد. دقیقاً همانطور که آن شب اول آمده بود. نفسش را نگه داشت و درست در همان لحظه ناقوس سوم نواخته شد. ضربه‌اش آرام بود، اما عمیق. نه بلند، نه ترسناک، بلکه سنگین و نافذ. طوری که تا اعماق سینه می رفت و آنجا می لرزید. سامیار بی حرکت ماند. ضربه دوم دیر آمد. فاصله میان دو صدا آنقدر زیاد بود که می توانستی بینشان نفس بکشی. فکر کنی. حتی شک کنی که آیا صدای اول واقعاً بوده یا نه. ضربه سوم که نواخته شد، مه کنار رفت. نه کامل. فقط آنقدر که راه دیده شود. همان راه قدیمی کنار آسیاب. سامیار آرام از جا برخاست. بی آنکه به پشت سر نگاه کند. صدای آن شب دوباره در ذهنش زنده شد. یاد بگیر، ولی نگاه نکن. راه افتاد. پاهایش سبک و سنگین با هم حرکت می کردند. انگار بخشی از تنش می خواست بماند و بخشی دیگر بی هیچ تردیدی جلو برود. کاغذ زیر پیراهنش می لرزید. انگار خودش هم منتظر این لحظه بوده است. وقتی به لبه دره رسید، کاروان آنجا بود. درست در همانجا. شترها در سکوت ایستاده بودند. زنگوله ها تکان نمی خوردند. هیچ چراغی روشن نبود. فقط سایه ها در مه شناور بودند. اما این بار فرد پیشاپیش کاروان چراغ در دست نداشت. دستهایش خالی بود. ردایش آرام در باد کوتاهی تکان می‌خورد. سامیار ایستاد. صدای بی‌واسطه در ذهنش پیچید. اکنون می‌توانی بشنوی. پسر احساس کرد گوشش گرم شد. نه از بیرون، بلکه از درون. مثل وقتی که کسی چیزی را در ذهن آدم باز می‌کند. ناگهان صدای زنگوله ها را شنید. نه با گوش، بلکه با دلش. هر زنگ شبیه یک ضربان، یک خاطره، یک نام. در همان حال کاغذ زیر پیراهنش داغ شد. خودش بیرون خزید و در هوا باز شد. بدون باد، بدون دست. و این بار نوشته ها واضح پدیدار شدند. نه جمله، نه خط معمولی، بلکه نشانه هایی شبیه موج، شبیه راه، شبیه رد قدم هایی که با جوهر نورانی روی کاغذ نقش می بستند. سامیار درک نمی کرد چه می بیند، اما می فهمید چه معنایی دارد. یکی از سایه های کاروان جلو آمد. نه صورت داشت، نه سن. فقط شکلی از حضور. صدایش بی لرزش و آرام در ذهن سامیار نشست. ما در راه مانده ایم. نه زنده ایم، نه مرده. نامهای ما راه ما را نگه می دارند. ناگهان سیلی از تصویرها در ذهن سامیار جاری شد. بیابانهای خشک، رودخانه‌هایی که دیگر نبودند، شهرهایی که فرو ریخته بودند، انسانهایی که منتظر مانده بودند و هرگز نرسیده بودند. کاروان بینام کاروان آنها بود. آنهایی که نیمی از راه مانده بودند، میان رفتن و نرسیدن. سامیار تاب نیاورد. زانوهایش خم شد. روی خاک نشست. قلبش مثل پرنده‌ای در قفس می‌کوبید. ما نیاز به شنیده شدن داریم، ندیده شدن. این آخرین جمله‌ای بود که شنید. ناگهان زنگوله‌ای تکنواخت به صدا درآمد. فقط یکی. مه دوباره فشرده شد. سایه ها عقب رفتند. نوشته ها از روی کاغذ محو شدند. شترها آرام بی صدا در دل مه حل شدند و دوباره دره خالی شد. سامیار تنها ماند با کاغذی سفید در دست، ولی چیزی درونش دیگر سفید نبود. چیزی در او پر شده بود، پر از صداهایی که نام نداشتند. وقتی به دهکده برگشت، آسمان داشت روشن می شد و او می دانست
که این پایان ماجرا نیست. صبح روز بعد وقتی آفتاب با احتیاط از پشت کوه بالا آمد و نورش را مثل نخی نازک روی سقف خانه ها انداخت، سامیار هنوز بیدار بود. نشسته بود کنار پنجره، کاغذی در دست که حالا سرد شده بود و بیجان، درست مثل برگ خشکی که از شاخه افتاده باشد. اما در ذهن او چیزی روشن مانده بود، چیزی که خواب را از چشمهایش رو بوده بود. کلمات شنیده شده، صداهای بیچهره، تصویرهایی که از لابلای تاریکی آمده بودند، همه با او بودند. نه مثل خاطره، بلکه مثل رازی که درونش جوانه زده باشد. آن روز سامیار تصمیم گرفت با کسی حرف نزند. نه از ناقوس گفت، نه از کاروان، نه از کاغذی که حالا دیگر خاموش بود. ولی شب هنگام دوباره به کاغذ نگاه کرد. حس می کرد هنوز هم چیزی در آن نفس می کشد. چیزی که منتظر است، اما نه برای دوباره نوشتن، بلکه برای بردن او جایی دیگر. آن شب ماه کامل بود. مه نبود. نه صدای زنگوله‌ای آمد و نه کاروانی دیده شد. اما وقتی سامیار به خواب رفت، خواب ندید، بلکه وارد جایی شد. جایی که نمیدانست خواب است یا واقعیت. خودش را در سالنی دید بلند، با دیوارهای از سنگ‌های خاکستری و سقفی گنبدی شکل که با شیشه‌های سبز و زرد پوشیده شده بود. نوری نرم و عجیب همه جا را روشن کرده بود. نه گرم بود، نه سرد. فقط آرام. در سالن قفسه‌های بلند قرار داشت. قفسه‌هایی که تا سقف ادامه داشتند و پر بودند از کتاب‌های خاموش. نه عنوانی، نه رنگی، نه جلدی آشنا. همه کتاب‌ها یک رنگ بودند. همان رنگ مه، همان بوی شب سوم. سامیار به جلو رفت. سکوت سالن مثل صدای مرده‌ای در گوشش بود. قدم‌هایش صدا نمی‌دادند. انگار خودش هم جزئی از این خواب شده بود. در میان قفسه‌ها ناگهان کسی را دید. پیرمردی با عبایی بلند نشسته پشت میزی چوبی. چراغی کوچک در کنارش میسوخت. چهرهش آرام بود. شبیه کسانی که با هیچ صدایی بیدار نمی‌شوند. سامیار خواست چیزی بگوید، اما پیرمرد خودش سر بلند کرد و گفت: رسیدی. پسر نفسش را حبس کرد. پیرمرد ادامه داد: وقتی ناقوس سوم را شنیدی، در کتابخانه برایت باز شد. سامیار با صدای آهسته گفت: کجا هستم؟ پیرمرد لبخند زد. جایی میان واژه‌هایی که هنوز گفته نشدند. او از روی میز کتابی برداشت. شبیه همانهایی بود که در قفسه‌ها دیده می‌شدند. آن را جلوی سامیار گذاشت. دستش آرام بود، مثل نسیم. سپس گفت: اینها کتاب‌های صدایند، نه حرف. کتاب‌هایی از آنانی که ناتمام ماندند، ناپیدا شدند یا فراموش شدند. سامیار کتاب را باز کرد. درونش صدای آشنا پیچید. صدای همان مرد بیچهره از شب سوم. اما این بار با وضوح بیشتر. واژه‌هایی که مثل رود آرامی جاری بودند. ما صدای راه‌هایی هستیم که دیگر ره رو ندارند. پسر کتاب را بست. پیرمرد گفت: تو می توانی یکی از نگهدارنده ها باشی، نه برای دانستن، بلکه برای شنیدن. برای ثبت صداهایی که دیگر کسی به آنها گوش نمی دهد. سامیار در سکوت نگاهش کرد. حس کرد همه سوالهایش در آن لحظه بی‌معناست. فقط می‌خواست بپرسد: چرا من؟ و جواب آمد، بی آنکه پرسیده باشد. چون تو نترسیدی و چون صدای ناقوس را نه با گوش که با دل شنیدی. چراغ روی میز ناگهان لرزید. قفسه‌ها آرام تکان خوردند.
از لابلای آنها نسیمی عبور کرد. سامیار حس کرد باید کتاب را با خود ببرد. پیرمرد گفت: بیدار که شدی کتاب را پیدا می کنی. نه با چشم، بلکه در چیزی که می نویسی. سامیار چشمانش را بست و وقتی صبح شد قلمی در دستش بود و کاغذی تازه که هنوز نفس می کشید. صبح روز بعد نور طلایی خورشید که از لای پنجره به درون اتاق میتابید سامیار را بیدار کرد. دستش هنوز به سمت سینه‌اش دراز بود، همانجا که کاغذ همیشه پنهانش میکرد. اما این بار چیزی متفاوت در میان انگشتانش حس میکرد. نه کاغذی تا شده، بلکه جسمی ضخیم‌تر. چشمهایش را باز کرد. در دستش یک دفترچه بود، کوچک، خاکستری و بی هیچ نوشته‌ای روی جلد. نه عنوان، نه علامت. فقط بافتی نرم و گرم شبیه پوست. او با انگشت جلد دفتر را لمس کرد. حس کرد ضربانی آرام زیر انگشتانش میزند. مثل قلبی که آهسته و مطمئن میتپد. دفترچه را گشود. صفحه اول سفید بود. نه خطی، نه جوهری. اما حس می کرد کلمات پنهانند. درست مثل آن شب در خواب وقتی کتاب را گشود و صداها را شنید. سامیار آهسته زمزمه کرد: صدای راههایی که ره رو ندارند. همان لحظه خطوطی نازک بیرنگ روی کاغذ ظاهر شدند. نه با جوهر، بلکه با نوری ناپیدا. واژه‌ها شروع کردند به شکل گرفتن. اول نام‌هایی بودند که هیچگاه نشنیده بود. بعد جمله‌هایی که به نظر می‌رسید از دل خاک، از یادها، از ته خواب‌های فراموش شده آمدند. او نفسش را حبس کرد. دفترچه خودش می‌نوشت. نه با دست کسی، بلکه با حضور کسی. کلمات می آمدند، جمله ها جان می گرفتند و داستان های بی زمان روی کاغذ جاری می شدند. اما اینها قصه نبودند. اینها زندگی هایی بودند که نیمه کار مانده بودند. صداهایی که دیگر صاحب نداشتند. خاطراتی که هیچ کس نگفته بود. سامیار حس کرد هر صفحه را که ورق می زند کسی در گوشش چیزی زمزمه می کند. گاه صدای پیرزنی آرام، گاه کودک، گاه مردی درشت صدا که از مسیری ناتمام حرف می‌زند. بعضی صداها بغض داشتند، بعضی فقط سکوت. او دیگر نمی‌توانست نادیده بگیرد. احساس مسئولیت درونش جان گرفته بود. هر صفحه باری بود که باید شنیده می‌شد. حالا دیگر خواب نبود. کاروان ناپیدا بخشی از زندگیش شده بود. بخشی از خودش. آن شب قبل از خواب دفترچه را کنار گذاشت. اما همان لحظه که چراغ اتاق را خاموش کرد، صدای آرام ناقوسی دور شنیده شد. نه در دره، نه در دهکده، بلکه در درون خودش. و با آن صدا صفحه تازه‌ای از دفتر بی هیچ لمس دستی باز شد. با این جمله: وقتی کسی صدای ما را به دوش می کشد، کاروان می تواند آرامتر قدم بردارد. و سامیار آرام پلک بست. در تاریکی صدای پاهای شتری خسته در مهی دور به گوش می رسید. از آن شب به بعد زندگی سامیار دیگر شبیه روزهای قبل نبود. او دیگر پسری ساده در دهکده دلمه نبود که فقط عصرها به آسیاب کمک می کرد و شبها کنار مادرش روی ایوان می خوابید. چیزی درون او بیدار شده بود. چیزی شبیه یک مسئولیت خاموش، بینام، بی عنوان. اما واقعی تر از هر شغلی در دنیا. هر شب پیش از آن که خوابش ببرد دفترچه خاکستری را باز می کرد. کلمات بدون آنکه او چیزی بنویسد شکل می گرفتند. گاه فقط یک جمله،
گاه داستانی کوتاه، گاه گفتگویی میان دو نفر که هیچگاه به پایان نرسیده بود. گاهی حتی فقط یک واژه، ببخش یا برگرد، یا فقط یک نام که در هیچ کجای دهکده شنیده نمیشد، اما در دل سامیار تنی میانداخت. در روز همه چیز مثل قبل بود. مردم دهکده او را همان پسر ساکت می‌دیدند. کسی نمی‌دانست شبها چه صدایی در ذهنش می‌پیچد. کسی نمی‌دانست چرا هر از گاهی نگاهش به مه دره می‌افتد و خیره می‌ماند. فقط مادرش گهگاه نگران می‌شد و زیر لب می‌گفت پسرم انگار توی خواب هم بیداره. اما سامیار هر شب صدایی تازه را در دفترچه می‌شنید و حالا کم کم حس می‌کرد این صداها تنها برای شنیدن نیستند. آنها راه می‌خواستند، راهی برای رفتن. شب 14 صدای تازه‌ای آمد. این بار نه خاطره‌ای بود نه گفتگویی محو. این بار صدای زنی جوان بود که انگار خودش را به زحمت از لابلای خاک بیرون می‌کشید. صدای من را ببر به دشت سپید، آنجا که چنار تنهاست. او منتظر من مانده، 70 سال است. سامیار نمی‌دانست دشت سپید کجاست، اما حس کرد باید آن را پیدا کند. این صدای زن با صداهای دیگر فرق داشت. با هر کلمه‌اش دفترچه می‌لرزید. شب بعد همان صدا باز آمد. این بار آرامتر اما مصممتر. اگر من نرسم او می‌میرد. صدایم را با خودت ببر پسرک. تو نگهبان آواهایی. سامیار دیگر نتوانست فقط شنونده بماند. صبح فردا برای اولین بار دفترچه را با خود به بیرون برد. آن را در کیف کوچکی گذاشت و به سوی تپه‌های پشت دره رفت. آفتاب هنوز بالا نیامده بود. نسیم سرد صبحگاهی صورتش را قلقلک می‌داد. پرنده‌ها هنوز کاملاً بیدار نبودند. اما او حس می‌کرد کسی کنارش راه می‌رود. نترسید، نه ایستاد. راهش را ادامه داد. به بالای تپه که رسید، دفترچه درون کیفش گرم شده بود. آن را بیرون آورد. همان صدای زن باز آمد. دشت سپید، از همین جا. 6 تپه جلوتر و بعد چنار. سامیار آهسته زمزمه کرد من تو را خواهم برد. و ناگهان صفحه‌ای از دفترچه باز شد بی آنکه او لمسش کند. کلمات خود به خود شروع به نوشتن کردند. نه با جوهر، نه با قلم، بلکه با رد نوری که انگار از دل هوا آمده باشد. اگر صداها راه بیابند آرام می‌گیرند و اگر در خاموشی بمانند به سایه بدل می‌شوند. سامیار نگاهش را از صفحه برداشت. به دشت نگاه کرد. افق دور رنگ مه گرفته بود. اما حالا دیگر مه برایش چیزی ترسناک نبود. مه همانقدر که پنهان می کرد راه هم نشان می داد. او نفس عمیقی کشید، دفترچه را بست و راه افتاد. از آن لحظه به بعد نه فقط نگهبان آواها بود، بلکه حاملشان شد و هر شب ناقوسی بی صدا در قلبش نواخته می شد. دشت آرام بود. انگار سالها هیچ قدمی روی خاکش ننشسته بود. علفها کوتاه و کمرنگ و زمین نرم و صبور. باد ملایمی از سمت غرب می‌وزید و با خود بوی سبز تازه‌ای می‌آورد. بویی که نه از گیاه که از چیزی زنده در دل زمین می‌آمد. سامیار با دفترچه‌ای در دست گام به گام پیش می‌رفت. پشت سرش تپه‌هایی خاموش بودند و پیش رویش دشتی که مرز نداشت. نه پرنده‌ای، نه سایه درختی. فقط دشت بود و آسمانی که به تدریج رنگش را از آبی به خاکستری می برد. بعد از ساعتی پیاده روی از دور چیزی نمایان شد. ابتدا مثل خطی باریک بود و سپس قامتش آشکار شد. چناری تنها ایستاده در دل دشت. دور تنش
تپه کوچکی از خاک بالا آمده بود. ریشه هایش نیمه پیدا و تاب خورده بودند، مثل انگشتانی که در خاک فرو رفتند و چیزی را نگه داشتند. هیچ درختی در چند فرسخی اطراف نبود. فقط او بود، تنهای تنها، اما ایستاده. سامیار که نزدیکتر رفت، دفترچه در دستش لرزید. گرمایی آرام از جلدان بالا آمد و صدای زن جوان دوباره در ذهنش پیچید. او هنوز منتظر است. اسم من را صدا کن. مرا آزاد کن از لابلای زمان. پسر لحظه ای ایستاد. دفترچه را باز کرد. صفحه سفید در برابرش بود. هیچ چیزی نوشته نشده بود. او زمزمه کرد: اسمت چیست؟ بگو تا صدایت را برسانم. و همان لحظه صفحه با لرزشی آرام شروع به نوشتن کرد. نازگل. کلمه با نوری طلایی روی صفحه نشست. نازگل. اسمی آرام، گم شده، اما زنده. همان لحظه بادی ناگهانی از سمت شرق برخاست. برگ‌های چنار لرزیدند. صدای خشخش آنها شبیه زمزمه پیرزنی شد که آهی عمیق می‌کشد. سامیار جلوتر رفت. کنار چنار زانو زد. دفترچه را روی خاک گذاشت. دستش را به تنه درخت کشید. پوست چنار زبر بود، اما گرم. نه از خورشید، بلکه از درونی ناشناخته. صدایش را پایین آورد و گفت: نازگل. صدایت را آوردم و در آن لحظه صدایی از دل چنار بیرون آمد. نه مثل صدای انسان، نه شبیه باد، بلکه چیزی میان آواز و گریه. ناله‌ای خاموش که در ریشه ها پیچید و به برگ ها رسید. زمین زیر پای سامیار اندکی لرزید. تنه درخت آرام تکان خورد. نازگل حالا شنیده شده بود. دفترچه ناگهان ورق خورد. صفحه جدید باز شد و جمله نوشت: صدایی که به مقصد برسد به خواب می رود. تو بیدار ماندی. سپاس. و بعد سکوتی عمیق. نه سنگین، نه ترسناک. سکوتی که بعد از آرام گرفتن گریه می آید. سامیار آرام روی خاک نشست. نگاهش را به آسمان دوخت. چنار دیگر نمی لرزید. فقط ایستاده بود، بلندتر از پیش و با وقاری آرام. پسر حس کرد درونش جایی باز شده است. جایی برای صداهای بعدی، برای نامهای دیگری که هنوز ماندند و کسی باید آنها را ببرد، بشنود و آزادشان کند. آرام دفترچه را بست. از جا برخاست. غروب در راه بود. باید برمیگشت. اما حالا راه بازگشت را بلد بود. چون دیگر فقط شنونده نبود. او نگهبان صداهای بیراه شده بود. سامیار تا به دهکده برگشت، هوا تاریک شده بود. آسمان بیماه اما پر ستاره بود. انگار ستاره ها مثل چشم های خاموش نظاره‌گر بازگشت او بودند. آرام از میان کوچه های خلوت گذشت. هیچ کس بیرون نبود و تنها صدایی که شنیده می شد وزش آرام بادی بود که از پشت بام ها عبور می کرد. به خانه که رسید، مادرش خواب بود. فانوس کوچکی در گوشه اتاق هنوز می سوخت و نورش روی دیوارها بازی می کرد. سامیار دفترچه را در گوشه سجاده‌اش گذاشت کنار قرآن قدیمی که مادرش هر شب چند آیه از آن می‌خواند. شب آنقدر آرام بود که گویی دهکده درون نفس خودش خوابیده بود. اما سامیار نمی‌توانست بخوابد. نه از خستگی، نه از فکر، بلکه از چیزی که تازه حس کرده بود. دگرگونی. انگار درون او جایی که پیشتر فقط برای سکوت بود، حالا پر شده بود از طنین‌های نادیده و نشنیده. نشست. دفترچه را باز کرد. صفحه‌ای که شب قبل از آن بسته شده بود، حالا آرام و بی حرکت بود.
اما وقتی انگشتش را روی آن کشید چیزی ظاهر شد. نه جمله، نه صدایی آشنا، بلکه تصویری، نقشی محو، مثل طرحی با جوهر بسیار تن. از کوچه‌ای سنگ فرش شده با فانوسی در انتهای آن و سایه دختری کوچک که پشت به بیننده ایستاده. سامیار نفسش را نگه داشت. صدایی آهسته شبیه زمزمه خواب در ذهنش گفت: هر صدا پیش از آن که واژه شود تصویر است. هر تصویر پیش از آن که دیده شود در خواب کسی نقش بسته. صفحه آرام لرزید. تصویر محو شد و بعد صفحه دیگر باز شد. این بار جمله‌ای نوشت: تو اکنون وارد شب نقش شده ای. سامیار خواست بپرسد شب نقش چیست؟ اما نیازی نبود. واژه ها به جای او سوال کردند. صفحه ادامه داد: شب نقش جایی میان رؤیا و بیداری است. جایی که صداها پیش از آن که شنیده شوند شکل می گیرند. آنجا بعضی صداها هنوز کامل نیستند و کسی باید برایشان خواب ببیند. سامیار انگار چیزی را به یاد آورد. بارها در نیمه های شب خوابهایی دیده بود که مثل تکه های پازل بودند. گم شده، ناتمام، بی‌معنا. حالا می‌فهمید آن خوابها صداهایی بودند، صداهایی که هنوز راهی برای خروج نداشتند. دفترچه باز هم نوشت: اگر بخواهی می‌توانی به شب نقش بروی. آنجا صدایی در انتظار توست. سامیار دلش لرزید. نه از ترس، بلکه از احساسی مبهم، شبیه اندوه کسی که سالها در انتظار شنیده شدن مانده باشد. دستانش آرام دفترچه را بست. دراز کشید. چراغ را خاموش کرد و پیش از آن که پلک‌هایش بسته شوند تنها یک جمله گفت: میایم. و درست در همان لحظه خوابش برد. اما نه خواب معمولی. او وارد شب نقش شد. جایی که صدا سایه می شود و سایه راه. شب نقش شبیه هیچ جای دیگری نبود. نه کاملا خواب، نه کاملا بیداری. نه تاریکی مطلق، نه روشنی آرام. همه چیز مه‌آلود و نرم بود، مثل پرده نازک میان دو جهان. سامیار خودش را در کوچه‌ای دید که کف آن با سنگ‌های کوچک و گرد فرش شده بود. دیوارها از خشت خام بودند و نور زرد و کمرنگ یک فانوس از ته کوچه میتابید. هوا بوی خاک خیس میداد، اما بارانی نباریده بود. او ایستاده بود، بی کفش، بی صدا. در انتهای کوچه درست زیر نور لرزان فانوس دخترک ایستاده بود. پشتش به سامیار بود. موهایش کوتاه بود تا روی شانه و لباس سپیدی به تن داشت که لبه‌اش خاکی شده بود. حرکتی نمی کرد. فقط ایستاده بود. سامیار نفسش را حبس کرد. قدمی جلو رفت. صدای پاهایش شنیده نمی شد. حتی بادی هم نبود که لباس دختر را تکان دهد. همه چیز مثل صحنه یخزده بود، اما زنده. گویی با اندک تماسی این صحنه می توانست بیدار شود. او آرام صدا زد: دختر کوچولو. دختر نچرخید، اما صدایش آمد. صدایی نرم، خسته، اما روشن. بالا رو نگاه کن. سامیار سر بلند کرد. روی دیوار سمت چپ، درست بالای جایی که فانوس آویزان بود، نقشی نیمه تمام کشیده شده بود. شبیه پرنده‌ای که پروازش ناتمام مانده باشد. خطوط آن کم رنگ بودند، مثل طرحی که باران شسته باشد. اما هنوز میشد فهمید که کسی خواسته چیزی را کامل کند و نتوانسته. دختر گفت: اون نقشه صدای منه. سامیار آهسته پرسید: صدای تو؟ دختر سرش را کمی کج کرد، اما هنوز به عقب برنگشته بود. آره،
من وقتی رفتم کسی نبود که صدای منو نگه داره. خوابم نیمه موند. حالا صدام شده یه نقش، نصفه، خاک گرفته، بی پرواز. سامیار جلوتر رفت. دستش را بالا آورد و به نقاشی نزدیک کرد. وقتی انگشتش به دیوار رسید، حس کرد گرمای عجیبی از آن بالا می آید. گرمایی نه از آفتاب، بلکه از قلبی که درون صدا مانده باشد. دختر گفت اگه دستتو روش بکشی میتونه تموم شه، ولی فقط اگه واقعاً گوش داده باشی. سامیار چشمانش را بست. در ذهنش صدای دختر بچه‌ای را شنید که برای عروسکش لالایی می‌خواند. بعد صدای خنده‌اش را در حیاط خانه‌ای دور. بعد سکوت. سکوتی که طولانی شده بود، مثل لالایی که هیچگاه تمام نشده. او دستش را روی نقش کشید. خطوط مثل زخم‌هایی که در آب درمان می‌شوند، آرام پررنگ شدند. پرنده نیمه تمام بالهایش را باز یافت. چشمش باز شد و لب پرش کامل شد. نقش کامل شد. در همان لحظه صدای زنگوله‌ای دور شنیده شد. نه از بیرون، بلکه از درون دیوار. دختر برگشت. چهرهش آرام و بی‌سم بود. چشم‌هایی روشن مثل 2 شب چراغ کوچک و لبخندی که در دل می‌نشست. او آرام گفت الان میتونم برم. تو منو کامل کردی. سامیار خواست چیزی بگوید، اما کلماتش گم شدند. فقط نگاه کرد. دختر به سمت فانوس رفت. دستش را بالا برد و نخ فانوس را کشید. نور خاموش شد و با آن همه چیز در تاریکی فرو رفت. وقتی سامیار چشم باز کرد صبح شده بود. نور آفتاب روی دفترچه افتاده بود. صفحه‌ای باز بود و جمله‌ای روی آن نوشته شده بود. هر صدایی که شنیده شود راهی برای رفتن پیدا می کند. او آرام لبخند زد و دانست که شب نقش هنوز تمام نشده. آن روز سامیار بیشتر از همیشه ساکت بود. در دلش احساسی از سبکی و غم توامان داشت. شبیه کسی که باری را رسانده، اما هنوز صدای آن بار در گوشش باقی است. هر جا قدم می‌زند حس می‌کرد چیزی از آن شب نقش هنوز با اوست، مثل رد پایی که روی دل باقی مانده باشد. ظهر کنار آسیاب نشسته بود. صدای آب آرام می‌آمد و پرنده‌ها روی شاخه‌های بید می‌چرخیدند. دفترچه‌اش درون بقچه کوچکش بود، اما حس می‌کرد نیازی به باز کردنش نیست. صدا هنوز نیامده بود. اما وقتی آفتاب پایین رفت و سایه‌ها بلند شدند، صدایی آرام از میان سنگ‌های کنار رودخانه شنید. این بار راه از خاک می‌گذرد. از میان چیزی که مانده، نه چیزی که دیده می‌شود. سامیار جا خورد. نگاهش را به سنگ‌ها دوخت. کسی آنجا نبود، اما صدا ادامه داد. بعضی صداها توی سنگ‌ها جا خوش می‌کنن، چون زمین شنونده خوبیه، اما نمیتونه جواب بده. او از جا برخاست، قدمی جلو رفت و زانو زد. سنگی بزرگ، صاف و تیره رنگ جلویش بود. دستش را روی آن گذاشت. سرد بود. اما لحظه‌ای بعد گرمایی آهسته از درونش بالا آمد. دفترچه را از بقچه بیرون آورد. پیش از آن که بازش کند، صفحه خود به خود ورق خورد. خطی بر آن نوشت: زنی تنها میان سنگ‌ها دفن شده. صدایش هنوز نرفته. به خانه‌اش برو. سامیار زیر لب زمزمه کرد: کجا باید بروم؟ پاسخ آمد: دره دوشاخ، پشت کوه خاموش. صدای او را خاک نگه داشته. او آن شب نخوابید. نیمه شب بقچه‌اش را بست. چراغ کوچکی برداشت و از خانه بیرون رفت. دره دوشاخ راهی چند ساعته بود، جایی که پیرترهای دهکده هم کمتر به آن پا می‌گذاشتند.
می گفتند کوه خاموش ساکن است. هیچ صدایی آنجا شنیده نمی شود. نه صدای پرنده، نه باد، نه حتی پژواک فریاد. اما سامیار می دانست باید برود. سپیده دم وقتی آفتاب هنوز در چنگ مه مانده بود به دهانه دره رسید. 2 صخره بلند مثل 2 دندانه شکسته در 2 سوی دره ایستاده بودند. از آنجا به بعد همه چیز خاکستری بود. سنگ‌ها، آسمان و حتی علف‌های لابلای شکاف‌ها. سامیار وارد شد. هر قدمش روی شن نرم صدا می‌داد. اما خیلی زود آن هم قطع شد. انگار خودش هم درون سکوت فرو می‌رفت. تنها صدایی که باقی مانده بود ضربان قلبش بود و دفترچه‌ای که در دستش آرام گرم شده بود. ناگهان سنگی بزرگتر از بقیه جلوتر دیده شد. کنارش چیزی شبیه دیواره نیمه فرو ریخته خانه قدیمی بود. سامیار نزدیکتر شد. قلبش تندتر زد. دفترچه لرزید. صفحه‌ای باز شد و نوشته‌ای آرام. اینجا خانه‌اش بود. اما وقتی رفت کسی صدایش را نشنید. حالا خاک حرفش را نگه داشته. سامیار نشست. دستش را روی سنگ بزرگ کشید. چشمهایش را بست و صدا آمد. نه زمزمه، نه ناله، نه فریاد. فقط واژه‌های آرام پر از اندوهی کهنه. من قصه‌ای داشتم که نگفتم. کسی نپرسید. من رفتم و صدایم جا ماند. سامیار نجوا کرد. میشنومت. حالا بگو. و سنگ نرمتر از قبل گرم شد. دفترچه شروع به نوشتن کرد. کلمه ها یکی یکی ظاهر شدند. واژه هایی از زنی که در دل خاک منتظر مانده بود تا یک بار، فقط یک بار، حرفهایش شنیده شود. ساعتها گذشت. سنگها، آسمان و حتی علفهای لابلای شکافها. سامیار وارد شد. هر قدمش روی شن نرم صدا میداد. اما خیلی زود آن هم قطع شد. انگار خودش هم درون سکوت فرو می رفت. تنها صدایی که باقی مانده بود ضربان قلبش بود و دفترچه‌ای که در دستش آرام گرم شده بود. ناگهان سنگی بزرگتر از بقیه جلوتر دیده شد. کنارش چیزی شبیه دیواره نیمه فرو ریخته خانه قدیمی بود. سامیار نزدیکتر شد. قلبش تندتر زد. دفترچه لرزید. صفحه‌ای باز شد و نوشته‌ای آرام. اینجا خانه‌اش بود. اما وقتی رفت کسی صدایش را نشنید. حالا خاک حرفش را نگه داشته. سامیار نشست. دستش را روی سنگ بزرگ کشید. چشمهایش را بست و صدا آمد. نه زمزمه، نه ناله، نه فریاد. فقط واژه‌هایی آرام پر از اندوهی کهنه. من قصه‌ای داشتم که نگفتم. کسی نپرسید. من رفتم و صدایم جا ماند. سامیار نجوا کرد. میشنومت. حالا بگو. و سنگ نرمتر از قبل گرم شد. دفترچه شروع به نوشتن کرد. کلمه ها یکی یکی ظاهر شدند. واژه هایی از زنی که در دل خاک منتظر مانده بود تا یک بار، فقط یک بار، حرفهایش شنیده شود. ساعتها گذشت. وقتی آفتاب بالا آمد، سامیار هنوز آنجا نشسته بود. دفترچه در دست، پر از صدای زنی که حالا می توانست آرام بگیرد. و کوه خاموش برای اولین بار صدای چیزی را در خود تکرار کرد. نه فریاد، نه پژواک، بلکه صدای گفتن یک نام با مهربانی.
سامیار وقتی از دره دوشاخ بازگشت، آفتاب تازه از پشت تپه ها سر بلند کرده بود. نورش سرد و نقره‌ای بود، نه گرم و زرین. مثل نوری که برای بیدار کردن نیست، بلکه برای یادآوری است. یادآوری چیزی که گفته شده، شنیده شده و حالا دیگر آزاد است. او دفترچه را در آغوش گرفته بود. صفحات آن از شب قبل هنوز باز بودند. پر از واژه‌هایی که انگار در خواب نوشته شدند، اما به هوشیارترین بخش دل آدم میرسند. صدای آن زن حالا بخشی از دفترچه بود. بخشی از حافظه جهان. سامیار که به دهکده رسید، مردم تازه داشتند روزشان را آغاز می کردند. بوی نان تنور از خانه ها بلند بود و صدای گاوهایی که به دشت می رفتند در کوچه می پیچید. ولی برای سامیار همه چیز کمی آرامتر شده بود. انگار هر چیزی صدای خودش را یافته بود. او تا غروب خانه نرفت. در دل باغی خلوت، زیر درختی کوتاه نشست. دفترچه را باز نکرد. فقط نگاهش را به افق دوخت و به این فکر کرد که چند صدای دیگر هنوز ماندند. چند واژه هنوز میان راهند و اگر کسی نباشد که گوش بدهد، آنها کجا می روند؟ همان موقع صدا آمد. نه از دفترچه، نه از ذهن، بلکه از پشت سرش. صدای کودکی که آرام گفت: تو هم شنیدی؟ سامیار برگشت. پسر بچه‌ای کوچک با پیراهنی نخنما و چشمانی روشن روبرویش ایستاده بود. خاکی و ساکت، مثل خود دشت. سامیار گفت: چی رو شنیدم؟ پسر نگاهش را به دفترچه دوخت و گفت: اونایی که هنوز صدا ندارن. من بعضی شبها صدای خوابهای مرده رو میشنوم. مثل صدای کسی که یادش میره بیدار شه. سامیار چیزی نگفت. پسر آهسته نزدیک شد. کنارش نشست و گفت: میشه منم یه صفحه داشته باشم؟ فقط یکی. یه چیزی هست که باید بگم، ولی نمیتونم. سامیار دفترچه را به او داد. پسر آن را گرفت. چشمهایش را بست و انگشت کوچکش را روی کاغذ کشید. صفحه‌ای آرام باز شد. هیچ چیز نوشته نشد. اما سامیار با تمام وجودش حس کرد که چیزی شنید. نه کلمه، نه جمله، بلکه احساس سنگینی که ناگهان سبک شد. مثل باری که از دوش کسی برداشته شود. مثل گریه‌ای که بیه شکست. پسر دفترچه را برگرداند. لبخندی زد و گفت: الان دیگه راحت ترم. و بعد آرام از جا بلند شد. قدم زنان دور شد و پشت درختها گم شد. سامیار ماند. دفترچه را بست. نگاهش را به آسمان برد. حس کرد جهان پر است از صداهایی که هنوز نرسیدند. صداهایی برای فردا. برای شبهایی که کسی بیدار می‌ماند. برای خوابهایی که نیمه کاره می‌مانند. برای کودکانی که حرفی در دل دارند اما هنوز زبانی برای گفتنش ندارند. او فهمید که حالا دیگر تنها شنونده نیست، بلکه زمینی است برای ریشه‌های صداها. و این دفترچه فقط یک دفتر نیست، بلکه دفتری است برای آینده. شبی آرام بود، آنقدر آرام که حتی برگ‌ها هم از تکان ایستاده بودند. سامیار روی ایوان نشسته بود، دفترچه در آغوشش و چشمانش به تاریکی دوخته. نه منتظر صدا بود، نه نقش، نه واژه‌ای تازه. فقط دلش می‌خواست ساکت باشد. گاهی شنیدن یعنی فقط ماندن با سکوت. اما سکوت همیشه بی صدا نیست. همانطور که نشسته بود، لرزشی آهسته در جلد دفترچه حس کرد.
نه مثل دفعات قبل که با کلمه یا تصویر همراه بود. این بار چیزی شبیه نفس کشیدن آرام کسی که خوابیده باشد اما دلش پر باشد از نگفتن. او دفترچه را باز کرد. صفحه آرام ورق خورد اما هیچ چیزی نوشته نشد. فقط در دل صفحه یک دایره خاکستری کمرنگ نقش بست. حلقه کوچک، بی کلمه، بی شکل. فقط یک فضای خاموش. ناگهان صدایی آمد. نه صدای انسان، نه زمزمه‌ای در ذهن، بلکه چیزی شبیه آوا. آوایی که نه آغاز داشت نه پایان، فقط جریان داشت، مثل نسیمی که از لابلای نیها بگذرد یا بادی که در حفره خالی بپیچد. سامیار نفسش را حبس کرد. در دل آن آوا احساساتی بود که نمیشد برایشان واژه ساخت. اندوهی ناآشنا، دلتنگی برای چیزی که هیچگاه نبوده. مهری که انگار از لابلای خاطراتی ناموجود سر برآورده باشد. و بعد دفترچه نوشت: برخی صداها زبان ندارند اما دل دارند. سامیار آهسته زمزمه کرد: چطور باید بشنوم چیزی را که زبان ندارد؟ پاسخ آمد: با دل بی قضاوت، با گوش بی نیاز از معنا. لحظه‌ای سکوت شد و بعد دفترچه نوشت: کسی هست که باید صدایش را برسانی، اما او نه زبان دارد، نه خاطره، نه نام. فقط حس است، فقط آوا. تو باید راهی بیابی تا آن را زنده نگه داری. سامیار چشم‌هایش را بست. دلش تنگ شد برای چیزی که نمی‌فهمید چیست. مثل آشنای فراموش شده، مثل نوایی که در کودکی شنیده و حالا فقط طنین مبهمی از آن مانده. دفترچه بار دیگر لرزید و در دل سکوت آن آوا باز آمد. و این بار سامیار با دلش شنید، نه با گوش، نه با فکر. فهمید که بعضی صداها نمیخواهند توضیح داده شوند، فقط میخواهند باشند، بمانند، زنده بمانند. فردا او دفتری دیگر آماده کرد، سفید، بی خط، بی عنوان، و روی جلدش نوشت: برای آنهایی که زبان ندارند اما صدا دارند. و آن شب برای اولین بار صدای بی زبان در دل کاغذی دیگر ماند. ننوشته شد، نکشیده، فقط ماند. مثل هوایی درون شیشه، مثل آهی که کسی نکشیده اما جا گذاشته. و سامیار دانست که راه فقط برای رفتن نیست، گاهی راه برای ماندن است. چند شب گذشته بود، شب‌هایی پر از سکوت، پر از دفترهایی که کم کم در کنار دفترچه اصلی پدیدار می شدند. هر کدام با جلدی ساده اما حسی متفاوت. یکی پر از واژه‌های ناشنیده، یکی با نقش‌هایی محو و یکی با هیچ چیز جز سفیدی مطلق. اما حالا چیزی در دل شب دگرگون شده بود. سامیار همانطور که پشت پنجره کوچک اتاقش نشسته بود به مهی نگاه می کرد که مثل همیشه آرام از دره بالا می آمد. نه مثل مه‌های پیشین. این یکی حس متفاوتی داشت. درونش نوعی مکث بود. انگار خود مه هم نمی دانست باید بیاید یا بماند. ناگهان صدایی درون خانه پیچید. نه از دفترچه، نه از بیرون، بلکه از جایی میان پنجره و دل. صدا گفت: پنجره را باز کن. صدا منتظر نگاه توست. سامیار بیدرنگ از جا برخاست. قفل پنجره را باز کرد و آن را به سوی بیرون گشود. هوا سرد بود اما نه آزاردهنده. بویی آمد، بویی شبیه خاک خیس اما با رگه‌ای از چیزی دیگر.
شبیه کاغذی قدیمی که پس از سالها از صندوقی بیرون کشیده شود. در دل مه روبرویش سایه‌ای افتاد. نه آدم، نه جانور. فقط چیزی شبیه پنجره‌ای دیگر. اما نه پنجره‌ای از چوب و شیشه، بلکه پنجره‌ای از نور. گابی شفاف ایستاده میان مه، با حاشیه‌ای آرام از روشنایی. آنقدر لطیف که اگر پلک می‌زدی شاید فکر می‌کردی خیالی است. اما نبود. حضور داشت. ایستاده بود. منتظر بود. صدای آشنای دفترچه در ذهنش گفت: هر صدایی دری دارد. بعضی صداها از درون عبور نمی کنند. آنها از پنجره می آیند. از میان روشنایی. از جایی که نه اینجاست نه آنجا. سامیار نفسش را بیرون داد. قدمی به جلو گذاشت تا لب پنجره. مه اندکی عقب رفت. نور بیشتر شد. در دل آن نور صورت زنی پدیدار شد. چهرهش واضح نبود، اما حس داشت. حس مادری یا خواهری یا شاید حتی خود زندگی. صدایی از لب‌های بی حرکتش جاری شد. تو صدا را زنده کردی، اما حالا صدا تو را صدا می‌زند. سامیار سرش را خم کرد. باید بیایی. از پنجره. دفترچه‌ای روی میز باز شد. نه با دست، نه با نسیم. صفحه‌ای روشن شد و جمله‌ای نوشت: اگر عبور کنی دیگر همان نخواهی بود، اما اگر نروی صداهایی خاموش میمانند. لحظه‌ای سکوت خانه را گرفت. پسر به نور خیره ماند. قلبش مثل تپش‌های کمرنگ طبل‌های قدیمی آرام و سنگین می‌کوبید. او از پنجره بالا رفت. بدنش آرام از قاب نور گذشت. حس نکرد که قدم برداشته باشد یا جایی را لمس کند. فقط عبور کرد. نه با تن، بلکه با حس، با آگاهی. و ناگهان خودش را در جای دیگر یافت. جایی میان صداهایی که هنوز حرف نشده بودند. جایی که صدا شکل نداشت، فقط خواستن بود. و او حالا نه فقط شنونده، نه فقط نگهدارنده، بلکه پلی شده بود میان دو سو. پنجره پشت سرش بسته شد و در تاریکی اتاق دفترچه خاکستری آرام لرزید و نوشت: صدای او رسید. حالا وقت آن است که صدای تو نیز شنیده شود. جایی که سامیار در آن ایستاده بود نه شب بود نه روز. نه زمین داشت نه آسمان. فقط فضایی بی‌مرز با مهی نرم و بی جهت. صداها بی آنکه گفته شوند در فضا جاری بودند. گاهی همچون نسیم، گاهی شبیه زمزمه‌ای درون گوش و گاه فقط احساس می شدند، بی هیچ حرفی. او ایستاده بود، اما حس نشستن داشت. می رفت، اما پاهایش تکان نمی خوردند. هرچه بود نه خیال بود نه بیداری، بلکه جایی میان صداها بود. در آن خلأ پرصدا ناگهان چیزی در مقابلش پدیدار شد. نه انسان، نه درخت، نه سایه. آینه‌ای ایستاده در مه. نه قاب داشت، نه پایه، نه انعکاس. اما بدون تردید آینه بود. سطحی صاف، شفاف و تهی. آنقدر بیرنگ که خودش را هم در آن نمی‌دید، اما حس می‌کرد که دیده می‌شود. صدایی در درونش پیچید. آینه‌ای که تصویر ندارد، آینه‌ای است که صدای تو را نگه می‌دارد. سامیار آرام قدم برداشت و روبروی آینه ایستاد. گفت: اما من صدایی ندارم. جواب آمد: داری، اما هنوز باورش نکرده‌ای.
لحظه‌ای مه کنار رفت و تصویرهایی در دل آینه شروع به پدیدار شدن کردند. اما نه چهره خودش، بلکه صحنه‌هایی از شب‌های شنیدن، از کودک پشت درخت، از چنار تنها، از آن زن پشت سنگ‌ها، از دختر فانوس به دست. صداهایی که از میان او عبور کرده بودند حالا در آینه بودند و در پایان تصویری ظاهر شد که برای لحظه‌ای قلبش را از حرکت انداخت. پسری کوچک نشسته در اتاقی تاریک با دفتری سفید در دست و چشمانی پر از پرسش. خودش بود در شب‌های دور، پیش از آن که صدایی بشنود، پیش از آن که چیزی را بفهمد، پیش از آن که دلش بخواهد فقط بماند و گوش بدهد. صدای آینه گفت: او آغاز تو بود و تو آغاز کسی خواهی شد. سامیار آرام زمزمه کرد: چه کسی؟ پاسخ نیامد، اما در دلش چیزی لرزید. حسی از زنجیره‌ای که ادامه دارد، صدایی که وقتی شنیده می شود آغاز صدای دیگر است. او دستش را به سوی آینه دراز کرد. سطح آن سرد و زنده بود. ناگهان تصویرها فرو ریختند و آینه تاریک شد. دفترچه‌اش که حالا درون سینه‌اش می تپید گرم شد. جمله‌ای در ذهنش نشست بی آنکه کاغذی باز شود: به جایی که آغاز کردی بازگرد. حالا تو خودت صدا شده ای. چشمهایش را بست و وقتی باز کرد در اتاقش بود. پنجره بسته بود، اما دلش بازتر از همیشه و در میان دفترچه‌ای که روی میز افتاده بود صدای خودش برای اولین بار نوشته شده بود: من شنیدم و حالا میگویم. صبح روز بعد هوا سردتر از روزهای پیش بود. نسیمی از سمت کوه پایین می آمد که بوی برگ‌های خشک و خاک باران خورده داشت، اما بارانی نباریده بود. آفتاب کم رنگتر از همیشه مثل لایه‌ای محو از طلا روی سقف خانه‌ها نشسته بود. سامیار در آستانه در ایستاده بود، دفترچه خاکستری در دست و چشمانش به راهی که از دل مه بیرون می آمد. راهی آشنا، اما حالا حس می کرد چیز تازه‌ای در آن پنهان است. چیزی شبیه دعوت، نه از بیرون بلکه از درون. او دیگر آن پسر ساکت شب‌های اول نبود. حالا صدایی درونش بود که نمی‌خواست فقط بشنود، بلکه باید بگوید، باید بنویسد، باید بماند. آن روز بدون آنکه به کسی چیزی بگوید به اتاقک کوچک ته باغ رفت. همانجا که همیشه خاک بود و سکوت و هیچ کس کاری با آن نداشت. نشسته بر زمین دفترچه خاکستری را بست و دفترچه دیگر از درون بغچه‌اش بیرون آورد. سفید، تمیز، بینام. اما این بار منتظر نبود که خودش بنویسد، بلکه منتظر بود که صداها بیایند و راهشان را در این دفتر پیدا کنند. او دفترچه را آرام روی زانو گذاشت. چراغ کوچکی روشن کرد و سکوت کرد. ساعتها گذشت. آفتاب به نیمه رسید و بعد آرام به سوی غروب رفت. باد برگ‌ها را تکان داد. سایه‌ها کشیده تر شدند و هنوز دفترچه سفید بود. اما شب با خودش چیز دیگری آورد. لحظه‌ای پیش از آن که فانوس را خاموش کند، صدای زنگوله‌ای دور آمد. شبیه همان شب سوم، اما این بار نه از دره، انگار از درون خود اتاق. و بعد دفترچه لرزید. صفحه اولش آرام باز شد و بدون آنکه دستی آن را لمس کند واژه‌ای روی آن نشست: برای تو که شنیدی و حالا باید گفته شوی. سامیار حس کرد قلبش آرامتر می‌زند. انگار همه آن شب‌ها، همه آن صداها حالا در او جا گرفته بودند و حالا او بود
که باید داستانشان را به جهان بدهد. قلمی برداشت، اما ننویسید، فقط لمسش کرد. آماده نه برای نوشتن چیزی از خودش، بلکه برای نگه داشتن صدایی که خواهد آمد. و صدا آمد. اول آرام، بعد کمی روشن‌تر. صدایی از درون دل خودش. صدایی که شبیه هیچ کدام از صدای شب‌های پیش نبود. صدایی از کسی که همیشه شنیده بود و حالا بالاخره می‌توانست بگوید. من هنوز همانم، اما دیگر خاموش نیستم. سامیار لبخند زد. نه از شادی، نه از غرور، بلکه از چیزی شبیه آرامش، شبیه رسیدن، شبیه لمس آغاز فصل تازه‌ای از صدا. او نوشت و دفترچه دوم اولین صدای خودش را در دل گرفت و شب آرام شد. 3 شب گذشت، شب‌های بی اتفاق اما نه بی صدا. هر شب سامیار در اتاقک پشت باغ می نشست. چراغی کم نور روشن می کرد و دفترچه دوم را پیش رویش می گذاشت. صدایی نمی آمد، اما حضور چیزی را حس می کرد. چیزی شبیه هوایی که پیش از باران در فضا پخش می شود. ساکت، مرطوب و حامل نشانه ای از نزدیک شدن چیزی. در شب 4 هوا طوفانی نبود، اما درختان بی دلیل لرزیدند و وقتی چراغ را روشن کرد، صفحه 3 دفترچه دوم خود به خود باز شد. نه مثل قبل با واژه، نه با تصویر، بلکه با نقشی خاموش از یک اسم نانوشته. شبیه لکه‌ای از نور، بی شکل، بی صدا، اما زنده. سامیار دست بر صفحه کشید. انگار می‌خواست بفهمد این بینام کیست. اما چیزی درونش به جای فهمیدن فقط گوش میداد و در آن لحظه صدایی لرزان در گوشش پیچید. من پیش از واژه بودم. من پیش از شنیده شدن اولین بودم. بینام، بینشانه. صدا پیش از اینکه کسی بخواندش. سامیار بی حرکت ماند. نه ترسیده بود، نه شگفت زده. فقط حسی درونش شعله کشید که شبیه احترام بود. احترام به چیزی بنیادین که از زمان هم قدیمی تر است. صدای نخستین. صدایی که نه انسان بود، نه خواب، نه خاطره، بلکه آغاز همه صداها بود. آن صدا ادامه داد. من خانه ندارم، راه ندارم، ولی همه از من گذشتند. همه از صدای من زاده شدند. تو هم. سامیار آهسته گفت پس چرا حالا آمده ای؟ صدا مکث کرد. بعد گفت چون برای اولین بار کسی شنید، بی آنکه بداند چه چیزی را می شنود. سکوت اتاقک سنگین شد، مثل هوایی که ناگهان درونش خالی شود. و بعد دفترچه جمله‌ای نوشت. هر صدایی از من آغاز می شود، اما من هیچگاه کامل نشدم. تو می توانی نخستین تصویر مرا بنویسی. سامیار قلم را برداشت، اما دستش لرزید. چگونه می شود صدایی را نوشت که هنوز اسم ندارد؟ واژه‌ای ساخت که هنوز مفهوم نشده. اما دلش گفت بنویس. نه با معنی، که با حس. او آرام با دست‌های لرزان واژه‌هایی نوشت که بیشتر شبیه آهنگ بودند تا کلمات. نه سطر، نه پاراگراف. فقط نوت‌هایی خاموش روی کاغذ. و وقتی تمام شد، صفحه آرام لرزید و آوا بی صدا در فضا پیچید. صدای شبیه نفس هستی، نفس بی آغاز. دفترچه آخرین جمله‌اش را آن شب نوشت. اکنون من نیز بخشی از تو شدم. سامیار دفتر را بست و دانست که آن شب صدای بینام نخستین از او عبور کرده. و حالا هر صدایی که از این پس بشنود ریشه‌ای در آن شب خواهد داشت. از آن شب دفترچه دوم دیگر مثل قبل نبود.
حتی وقتی بسته بود حس زنده ای از آن بیرون می زند. گویی نفس می کشید. گویی کلمه ها هنوز درونش رشد می کردند. مثل جوانه هایی که منتظر شکفتن باشند. روزها سپری می شدند بی آنکه سامیار با کسی از آنچه گذشته بود حرفی بزند. نه از پنجره نور، نه از آینه بی تصویر و نه از صدای بینام. اما سکوتش از جنس بیخبری نبود. از جنس مراقبت بود. مراقبت از چیزی که هنوز تازه است، ظریف و اگر بیجا لمس شود ممکن است پژمرده شود. در یکی از عصرهای نیمه ابری وقتی باد سرد و تندی از سمت دشت می آمد، سامیار تصمیم گرفت که به باغ برگردد. اما این بار نه برای نشستن که برای کاشتن. او دفترچه را برداشت، چراغی روشن نکرد و راه باغ را در پیش گرفت. در دل باغ جایی بود که خاکش نرمتر بود. نه به خاطر باران، بلکه به خاطر خاکستری که سالها پیش آنجا ریخته شده بود. مادرش همیشه می گفت اونجا خاک خواب دیده. سامیار حالا آن جمله را بهتر از هر وقت دیگری می فهمید. زانو زد. دفترچه دوم را آرام باز کرد. صفحه‌ای که واژه‌های شب صدای بینام را در خود داشت به نرمی باز شد. کلمات هنوز روی صفحه می درخشیدند، اما حالا انگار از درون سبز شده بودند. و ناگهان چیزی شبیه خطی از جوهر از میان واژه‌ها بیرون زد. اما جوهر نبود، ریشه بود. ریشه‌ای نازک و سفید که از دل کلمه ها روی کاغذ خزید و آرام به بیرون صفحه آمد. مثل شاخه‌ای که در خواب آغاز می شود. سامیار نفسش را حبس کرد. ریشه آرام خود را به لبه دفتر رساند، از آن بیرون زد، به سمت خاک خزید و در آن فرو رفت. دفترچه آرام لرزید و از جایی در وسط آن شاخه‌ای نازک پدیدار شد. نه بلند، نه برگدار. فقط نوک زده به جهان. در دل شب، در دل باغ، از دل دفتر درختی شروع به رشد کرد. دفترچه بسته نشد. فقط مانده بود باز، آرام، مثل گهواره‌ای که نوزادی نادیدنی در آن آرمیده باشد. سامیار کنار آن نشست و همان لحظه صدایی نه از درخت، نه از دفتر، بلکه از دل خاک بلند شد. صدایی که ریشه می‌گیرد، هرگز خاموش نمی شود. حتی اگر شنیده نشود. سامیار اشک در چشم داشت، بی دلیل روشن. حسی داشت از جنس ادامه، از جنس بقا. و دانست که صداهایی که شنیده دیگر فقط خاطره نیستند. آنها درخت شدند. و این باغ باغی است از واژه‌هایی که از دل سکوت جوانه زدند. هفته‌ای گذشت. هفته‌ای پر از شب‌های کم صدا و روزهایی که در دلشان چیزی آرام رشد می‌کرد. درختی که از دل دفترچه جوانه زده بود، حالا دیگر قد کشیده بود. هنوز کوچک بود، اما شبیه هیچ درختی در باغ نبود. نه در شکل، نه در حس. برگهایش نه سبز که نقره‌ای رنگ داشتند. زیر نور برق نمی زدند، اما در سایه انگار نور ناپیدایی از خود ساطع می کردند. سامیار هر روز بی آنکه با دست لمسش کند کنارش می نشست. فقط می نشست و گاه به گاه جمله‌ای آرام در دفترچه‌اش می نوشت. نه از خودش، نه از درخت، بلکه از چیزهایی که نمی دانستند هنوز واژه‌اند یا نه. در یکی از آن شبها هنگامی که مه زودتر از همیشه به باغ رسید، سامیار صدای دیگر شنید. نه از درخت، نه از دفتر، بلکه از خاک اطرافشان. صدایی لرزان، جوان، بی ثبات، اما واقعی. ما هم آمده ایم. ما هم می‌خواهیم شنیده شویم. سامیار نگاهش را به زمین دوخت. چیزی ندید، اما حس کرد که در دل خاک
صداهای دیگر پنهانند. صداهایی که هنوز راه نیافتند، هنوز دفتر نیافتند، هنوز واژه نیستند، اما بذرند. دفترچه دوم خودش باز شد. صفحه‌ای سفید باز ماند و فقط یک جمله نوشت. برخی صداها هنوز نهفتند چون نام ندارند، اما اگر زمینی باشی برایشان، خودشان سبز می شوند. سامیار آرام گفت من زمین می شوم. و همان لحظه خاک زیر پایش شروع به نفس کشیدن کرد. نه به معنای واقعی، بلکه با موجی نرم که مثل آوایی دور در فضا پخش می شد. بذرها صدای خود را آغاز کرده بودند. دفترچه دوم حالا دیگر به جای واژه گاهی فقط نشانه ها می نوشت. نقطه‌ای، خطی کج، ترکیبی از خطوط بی‌معنا که فقط در دل شب وقتی همه چیز خاموش می شد حس می دادند. و سامیار می دانست این نشانه ها بذرهایی هستند که دیر یا زود صدا می شوند. او دفتری تازه برداشت. جلدی از کتان ساده، بیرنگ، بی عنوان و روی اولین صفحه نوشت برای صداهایی که هنوز نام ندارند. بعد چراغ را خاموش کرد و شب آهسته از لابلای شاخه های درخت نقره‌ای گذشت. باغ ساکت بود، اما در دل خاک چیزهایی شروع کرده بودند به گفتن. شبی بی مه بود، بی ابر، بی باد. آسمان صاف مثل آینه‌ای خاموش ستاره ها را در خود جا داده بود. اما باغ سامیار هنوز در نیم سایه‌ای از حس باقی مانده بود. درخت نقره‌ای با برگ‌های آرام و بی حرکت ایستاده بود و در دل خاک صدای بذرها مثل نبضی پنهان جریان داشت. آن شب برای نخستین بار دفترچه ها سکوت کردند. نه ورق خوردند، نه لرزیدند، نه نوشتند. اما سامیار فهمید چیزی نزدیک شده است. چیزی که نه به واژه نیاز دارد، نه به صدا، نه به نشانه، بلکه چیزی از جنس بودن. او بی صدا به باغ رفت. چراغی نبرد. دستش خالی بود. نه دفتر، نه قلم. فقط ایستاد روبروی درخت نقره‌ای و ناگهان از دل تاریکی صدایی آمد. نه بیرونی، نه درونی. صدایی بی جهت، بی زمان. آیا حاضری از صدا بگذری؟ سامیار نفسش را نگه داشت. ذهنش ساکت شد. صدا تکرار شد. آیا حاضری از صدا عبور کنی؟ به جایی که صدا هم خاموش می شود اما حضور باقی می ماند. او آرام سر تکان داد. نه برای تایید، نه برای پاسخ، بلکه برای پذیرش. لحظه‌ای بعد درخت نقره‌ای درخشید. نه مثل نور، بلکه مثل خاطره‌ای که ناگهان زنده شود. شاخه‌هایش کمی خم شدند و از دل تنش نوری لطیف بیرون آمد. شبیه دودی روشن که شکل نمی‌گیرد اما حضور دارد. در آن نور چیزی پدیدار شد. نه انسان، نه موجود، نه سایه، بلکه حضوری که حس داشت. سامیار بی اختیار زانو زد. نور به او نزدیک شد و صدایی، این بار نه با واژه بلکه با حس، به دلش گفت تو دیگر نگهبان صداها نیستی. تو خود صدا شدی. صدایی که راه است، نه مقصد. سامیار حس کرد همه واژه‌هایی که تا آن شب شنیده بود حالا درونش نشستند. نه برای حفظ شدن، نه برای نوشتن، بلکه برای تبدیل شدن. او دیگر فقط شنونده نبود، بلکه بخشی از چرخه صدا شده بود.
چرخه‌ای که با سکوت آغاز می شود، با شنیدن ادامه می یابد و با عبور از صدا به حضور می رسد. درخت نقره‌ای پس از آن شب دیگر رشد نکرد، اما همواره بوی صدایی را می داد که گفته نشده اما حس شده است. دفترچه ها بسته ماندند، اما هر بار که نسیمی از باغ می گذشت برگی می افتاد و بر هر برگ یک حس، یک صدا، یک آغاز. و سامیار حالا دیگر به نوشتن نیازی نداشت. او صدایی بود که باقی می ماند.